فبشر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با سلام و درود خدمت یکایک بینندگان عزیز، بینندگان شبکه جهانی وصال حق در هر گوشه و کنار این کره پهناور که هستید و بیننده برنامه بازسازی اندیشه هستید. سلام و درود خدا بر شما یکایک عزیزان و مهربانان باد. همونطور که میدونید برنامه بازسازی اندیشه در راستای ایده و عقیده درست در پرتو سنت قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایده و عقیده هر مسلمان رو بازسازی میکنه و اون مشکلاتی که در هر عقیده وجود داره ما باید نگاه کنیم و بنگریم که کجای عقیدمون و ایدمون و نظرمون مشکل داره و با قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم سازگاری نداره یا یه ذره کجی داره. هفته های گذشته در رابطه با توسل بحث شد. توسل همونطور که میدونیم یک واسطه بین بنده و خدا، یک واسطه که بین بنده و خدا قرار میگیره، به اون میگن توسل یا راهی برای رسیدن به اون مقصودی که در نیت بنده است. اگر در آیات قرآن نگاهی بندازیم و بنگریم، در آیات زیادی خداوند متعال به این که خودش رو به بنده نزدیک میدونه خیلی آیات فراوانی وجود داره. همچنین اگر در سوره بقره نگاهی بندازیم خداوند متعال میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، دقیقا اینجا لفظ قریب رو آورده. همچنین اگر در آیات دیگری نگاه کنید ادعونی استجب لکم، و همچنین در آیه در سوره قاف میفرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما به انسان از شاهرگ گردنش بهش نزدیکتریم. اما بحثی که شاید بین اونهایی که عقیدهشون درست باشه، عقیده‌ای که صحابه سلف صالح داشتن و اونهایی که شاید منحرف شدن در قسمتی از عقیده، بحث توسل یک بحث جنجال برانگیز باشه تا اندازه‌ای. و به آیه 35 سوره مائده استدلال میکنن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ابن کثیر رحمه الله در تفسیرش میگوید که تمام مفسرین، امام المفسرین ابن عباس رضی الله عنهما، قتاده، حسن و عطا و همه مفسرین بر این اتفاق نظر دارند که ابتغوا الیه الوسیله، وسیله در اینجا به معنی اعمال صالحه و مشروع است که با اون اعمال به خداوند متعال بنده متقرب بشه. با کارشناس برنامه بازسازی اندیشه استاد زانیار انصاریان هستیم. همونطور که همتون مستحضر هستید و میدونید بحث توسل در هفته های گذشته کلا مطرح شده و شبهاتی هرچی بوده پاسخ داده شده، و اما بحث حدیث عتبی و حدیث اعرابی و عتبی که اکثر متصوفین میگم یا کسانی که در رابطه با توسل مشکل دارن به این حدیث استدلال میکنن. در هفته گذشته یا جلسات گذشته به این حدیث و در رابطه با سند آن توضیح داده شده. از جناب استاد خواهشمندم و تقاضا دارم که در رابطه با سند این حدیث و خلاصه ای از جلسات گذشته برای ما بینندگان بیان دارن. ابتدا خدمت شما استاد عزیز، سلام علیکم، بفرمایید با بینندگان. السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلق الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و درود دارم خدمت همه شما بینندگان شبکه جهانی وصال حق. امیدوارم در هر کجا که هستید در خیر و خوشی و سالم و سرحال باشید. ان شاء الله در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه با حدیث عتبی و اعرابی. در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. همانطور که شما فرمودید جناب استاد، در مورد حدیث عتبی و اعرابی افراد زیادی
و گروه های مختلفی از کسانی که خودشون رو به اسلام منتسب میکنن و به اسلام منسوب میکنن برای توسل جستن به پیامبر صلی الله علیه و آله و برای توسل جستن نامشروع به اشخاص یا به پیامبر یا به هر کسی دیگر که مد نظرشون باشه. همچنین توسل به مردگان. بله، توسل به مردگان به این حدیث اسناد میکنن، حدیث اعرابی و عتبی که در جلسات قبل در مورد این موضوع صحبت شد. شما اگر ببخشید اگر خلاصه‌ای از حدیث عتبی که چه اتفاقی بوده، حالا متن حدیث چی بوده، ابتدا متن حدیث رو یا اون اتفاق یا اون حادثه‌ای که هست، واقعی که هست، اون برای ما بینندگان لطفاً یک خلاصه‌ای بگین که اگر شفته گذشته بیان شده حدیث با ذهن آماده بشه. بله درسته. حدیث عتبی در این رابطه صحبت میکنه بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات فرمودند که بزرگترین مصیبت برای امت اسلامی محسوب میشد. بعد از اینکه ایشون وفات فرمودن 3 روز بعد از وفات ایشون یک نفر از اعرابی، کسی که اعرابی به کسانی گفته میشه که از بادیه میان، بادیه نشینن و کسانی هستن که در شهر زندگی نمیکنن، بیشتر اهل کوچ هستن، کوچ میکنن، از منطقه میرن، این که در روستا و در مناطق دور از تمدن زندگی میکنن. وارد مدینه میشه، میشنوه که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات فرموده و وارد مدینه میشه و جلوی قبر پیامبر صلی الله علیه و میاد و اونجا شترش رو میبنده و خودش رو قبر پیامبر صلی الله علیه و میندازه و خاک قبر پیامبر صلی الله علیه و رو سر خودش میریزه. و این آیتی که الله سبحانه و تعالی میفرماید که و اذ ظلموا انفسهم، این آیتی که معروف مشهور هست که اگر آمدن یا رسول الله نزد تو و استغفار کردن تو هم برای اونها استغفار بکن، ان شاء الله الله سبحانه و تعالی اینها رو مورد عفو و بخشش خود قرار میده. این آیت رو میخونه و گریه میکنه و بلند میشه میره. عتبی که در اونجا نشسته و کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و نشسته و شاهد این ماجرا هستش، یک لحظه به خواب میره و خواب اون رو فرا میگیره. در خواب میبینه که پیامبر صلی الله علیه و میاد در خواب ایشون و میگه که ای فلان کسی عتبی بلند شو به این اعرابی بگو که به راستی الله سبحانه و تعالی این فرد رو مورد بخشش خود قرار داده و مورد مغفرت خود قرار داده و گناهان این شخص بخشوده شده به خاطر اینکه اومده همچین توسلی رو انجام داده. این از حدیث عتبی. اما قبل از اینکه ادامه بدین در مورد سندش یک سوالی الان برام پیش اومد، حقیقت قبلا پیش نیومده بود. البته سوال از شما نیست بلکه سوال از اونایی هست که به این حدیث متوسل میشن یا این حدیث رو واقعا شما گفتین که 3 روز بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم اون شخص اعرابی اومده سر قبر پیامبر و این عمل انجام داده. بله. اما و شخص عتبی هم حاضر بوده در اونجا و این عمل رو دیده. بله. بعد در خوابش اومده که همونطور که داستانو بیان کردیم. اما در تاریخ وفات عتبی طوری که معلومه از 200 به اون وره. بله. 255 200 بعضی روایت ها مختلفه، 225 ولی 255 اومده. حالا ما که 225 بگیریم، خب از پیامبر صلی الله علیه و در سال 11 هجری وفات کردن. بله درسته. و عتبی در سال 225 بله وفات کرده، یعنی اون وقت حداقل باید 15 سال سنش بوده یا 20 سال سنش بوده. بله، یعنی فاصله بسیار زیاد هست، فاصله این واقعه و تا فاصله وفات این شخص به اسم عتبی که ان شاء الله در موردش صحبت خواهیم کرد. در رابطه با حالا اگر خلاصه از شما متن یا اون داستان گفتین، در رابطه با خلاصه از مبحث گذشته در رابطه سند حدیث بفرمایید بگین. بله، که چه مشکلاتی در رابطه با حدیث عتبی که داستانش رو توضیح دادیم و هفته قبل در مورد سندش هم صحبت کردیم، در مورد سند حدیث عتبی که چه مشکلاتی داخل این سند هست که از اعتبار ساقط میشه. در اینجا مختصرا دوباره توضیح میدیم و وارد اصل موضوع خواهیم شد. بفرمایید. در حدیث عتبی سند حافظ بیهقی رو ما بررسی میکنیم که حافظ بیهقی این حدیث رو روایت کردن که این حدیث در این حدیث فردی هست به اسم عمرو ابن محمد ابن عمرو ابن حسین ابن بقیه که این شخص مجهولی هستش. در هیچ یک از کتب تراجم، در هیچ یک از کتبی که به افرادی که داخل راوی های حدیث مورد اون رو مورد اونها این کتاب ها این افراد رو مورد اهتمام قرار میدن، همچین شخصی در این کتاب ها ذکر نشده. درست. که ترجمه از این شخص وجود داشته باشه که این شخص کی بوده و در چه سالی بوده و استادها چه کسانی بودن یا اینکه شاگردان چه کسانی بودن و یا اینکه از چه کسانی روایت کرده، فرد مجهولی هستش. پس طوری که معلومه در روایت این عمرو بن محمد ذکر شده و این شخص مجهول الهویه، نه ازش مشخصه کی بوده کی نبوده، حتی استاد و شاگردش مشخص نیست. بله.
خب یک این بود، بفرمایید. بله. و شخص دومی که در این حدیث در سند این حدیث وجود داره یزید رقاشی بصری هست. یزید رقاشی بصری که امام دارقطنی که یکی از بزرگان محدثین هست و یکی از بزرگترین نقادان حدیث هستش، میفرماید که این شخص ضعیفه. و امام نسائی که صاحب کتاب سنن نسائی هستش میفرماید که این شخص متروک الحدیث، یعنی این که حدیث ایشون، هر حدیثی که ایشون روایت بکنه ترک شده و قابل قبول نیست. شخص سومی که در سند این حدیث وجود داره به اسم محمد بن روح بن یزید بصری، این شخص هم دوباره امام دارقطنی میفرماید که این شخص ضعیف هست. و امام ذهبی در مورد احادیث این شخص فرموده که منکر الحدیث، یعنی احادیثش منکر است، نکر است، یعنی احادیثش مشخص نیست، یعنی احادیثش به درجه صحت یا به درجه حسن نمیرسه که، یا به تعبیر بهتر به خاطر که بینندگان متوجه بشن، منکر الحدیث یا آقای محمد بن روح کسی است که به احادیثش هیچ گونه استدلال نمیشه. یعنی هر حدیثی که این شخص وجود داشته باشه در سندش از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. بله. و نفر چهارم، یعنی این افراد زیادی هستند در سلسله این سند، اما ما این افرادی که مشکل داشتن در این سند اینها رو خارج کردیم و در مورد اینها صحبت میکنیم. و نفر آخر که ابو حرب الهلالی یا همون محمد بن حرب الهلالی هستش که این شخص خود شخص عتبی هستش که شما فرمودید برای من سوال پیش اومده که این شخص چطور امکان داره که ابو حرب الهلالی، بله، یعنی که یا محمد بن حرب الهلالی یا ابو حرب الهلالی، به این دو اسم معروف مشهور هستش. و به گفته ابن سبکی یکی از کسانی که به این حدیث و حدیث عتبی زیاد استدلال میکنن برای توسل جستن، توسل نامشروع، اقرار کرده خود ابن سبکی که این شخص همان شخص عتبی هستش. ابو حرب هلالی یا محمد بن حرب هلالی همین شخص سبکی، همین شخص عتبی هستش که امام ذهبی در مورد شخص عتبی و اینکه ابو حرب هلالی یا محمد بن حرب هلالی میفرماید که لا یوثق به، به این شخص هیچ گونه ثقی نمیشه، این شخص محل ثقی نیست و اعتمادی نمیشه کرد به این شخص. این سند حافظ بیهقی بود که این حدیث رو روایت کردن، حدیث عتبی که ما داستانش رو توضیح دادیم و صحبت کردیم در این رابطه. این سند حافظ بیهقی بود. سند دیگری هست در رابطه با این حدیث. ببخشید قبل از اینکه به سند دوم حدیث برین، سند بعدی، شما این راویانی که در اینجا ذکر کردین، عمرو بن محمد، یزید رقاشی، محمد بن روح و ابو حرب هلالی که خود آقای عتبی میشه، بله، اینها همه در یک سند بودن. بله، یعنی دقیقاً اون یک سندی که یکی از روایتاش هست، این تمام افراد مجهول الهویه یا بگیم منکر الحدیث در این حد بودن. حتی اصطلاحی هست نزد علمای حدیث میگن که حدیثی که مجاهیل زیاد داخل، یعنی افراد مجهول الهویه یا اینکه افرادی که مشکل دارن داخل سند حدیث باشن بهش میگن مظلم، یعنی تاریک، یعنی سندش تاریکه، یعنی هیچ استفاده از این حدیث نمیشه به خاطر اینکه افراد مجهول، افراد ضعیف و افرادی که مشکل دارن در داخل این حدیث وجود داره بهش میگن که سند این حدیث مظلمه، یعنی که تاریکه که به اون اصلا عمل نمیشه. خب واقعا جای تعجبه، حالا نمیدونم چی آدم بگه، چه اصطلاحی یا چه کلمه‌ای رو به کار بره. عجیبه که در یک سندش افرادی هستن که کلا نقادان حدیث یا رجال حدیث کلا اینها رو جرح و تعدیل کردن طوری که دیگه بعضی که همه رو بذارین کناری که اصلا مجهول هویه معلوم نیست که وجود خارجی داشته یا نداشته، بازم به این حدیث متمسک میشن و آیات و احادیثی که در رابطه با اینی که مستقیم با خدا رابطه بگیرین اونها را دیگه ول میکنن. قرآنی که خداوند در موردش فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی در مورد قرآن هیچ گونه شکی نیست که یک حرف، یک اعراب کم و زیاد شده باشه. بله. مشکل این هست برادر عزیزم، این هستش که افرادی که مبتدع هستن یا اینکه اهل بدعت هستن و یا اینکه حرف درست رو قبول نمیکنن، بیشتر به جهل علاقه بیشتر دارن تا به علم و آگاهی، یعنی با علم و آگاهی در دشمن هستن و با علم و آگاهی در تضاد هستن، یعنی قبول نمیکنن. 100 سال شما بیای براشون آیات بخونی یا اینکه ادله قوی و درست رو برای اونها توضیح بدی و نشون بدی، این رو قبول نمیکنن. ولی زمانی که حدیثی ضعیفی دیدن و حدیث مشکل داری رو دیدن و مطابق با هوای نفس اونها باشه، حتی از اون تبعید میکنن. بعضی اوقات ببخشید اینجوری صحبتتون رو گرفتم، بعضی اوقات میگن که تجربه فلان شخص یا فلان کسه و
انشالله که برای بینندگانی که شاید در رابطه با توسل، امیدوارم برای بینندگانی که در رابطه با توسل شاید سوالی شده باشه که چرا به قول اونایی که مشکل در عقیده‌دارن وهابی‌ها یا به قول بقیه هر چی میخوام بگن با ما به توسل نامشروع اعتقاد نداریم و اونو اصلا نامشروع میدونیم، چون که توسلی که در قرآن و حدیث نیومده، حالا هر کس هم گفته باشه نامشروعه. انشالله که به پاسخشون رسیده باشن در رابطه با این یک سند و آقای عتبی. بفرمایید در رابطه با سند دیگری که وجود داره در رابطه با حدیث عتبی سند ابن نجار بغدادی هستش رحمت الله علیه. ایشون به این صورت این حدیث رو روایت کردن از عبدالرحمن ابن حسین و همچنین این شخص مجهولی هست، این یک نفر. شخص دوم عن ابی فرج ابن احمد، این شخص مجهولی هست، اینها به دنبال هم هستن اشخاص. و عن احمد ابن نصیر و همچنین این شخص هم مجهول هست. و نفر آخر عن محمد ابن قاسم و این شخص هم مجهول هست. یعنی 4 مجهول پشت سر هم این حدیث رو روایت کردن که ببخشید بارد پوزش قبل از اینکه صحبتتون ادامه بدین، افراد مجهولی که در این سند دوم ذکر شدن لطفا دوباره ذکر کنید، من اینجا یاد داشتم. عبدالرحمن ابن حسین و همچنین ابی الفرج ابن احمد و احمد ابن نصیر و محمد ابن القاسم، این 4 نفر این حدیث رو دنبال، یعنی این در سلسله سند وجود داره دنبال هم و هر 4 نفرشون مجهول هستند. و نفر پنجمی که در این حدیث وجود داره علی ابن غالب الصوفی که ابن حبان یکی از بزرگان اهل حدیث و یکی از نقادان علم حدیث هستش، میفرماید که این علی ابن غالب الصوفی کان کثیر التدلیس، زیاد تدلیس میکرد. تدلیس یعنی که دروغ پردازی میکرده و چیزی که واقعیت نبوده در جلوی چشم مردم به صورت واقعیت جلوه میداده. فبطل الاحتجاج بروايته و میفرماید که به خاطر تدلیس این شخص هیچ گونه احتجاج و استدلالی به روایت این شخص نخواهد شد. و شخص دیگه ای که دوباره همون محمد بن راق که در سند قبلی ما بهش اشاره کردیم که دارقطنی میگه که این شخص ضعیفه و امام ذهبی هم فرمود که ایشون منکر الحدیث هستش. و نفر آخر که همون محمد بن الحرب الهلالی که همون شخص عتبی هستش در موردش صحبت کردیم. این در رابطه با حدیث عتبی بود، یعنی سندهایی که یا اینکه روایت هایی که در این مورد در مورد حدیث عتبی وجود داره، یکی مال حافظ بیهقی هستش و شخص دوم سند ابن نجار بغدادی هست که این نفر این حدیث رو روایت کردن و سندش ما بررسی کردیم که مشکل داره. اونطور که شما اشاره کردین که ظاهرا 2 سند از عتبی ذکر شده در رابطه با این واقعه و کسانی که به توسل نامشروع متمسک میشن به حدیث عتبی استدلال میکنن. اما در حدیث دوم در سند دوم فکر کنم که تعداد روایت مجهول خیلی بیشتر از اول بود. بله درسته. و شاید روایت های دیگه هم باشه، روایت های دیگری هم در مورد حدیث عتبی وجود داشته باشه، اما تمام این 2 روایت خیلی معروف و مشهور هستش و به طبع روایت هایی که معروف و مشهور باشه، این چنین حالتی داشته باشه، روایت هایی که وجود داره و معروف و مشهور نیست، یعنی طبیعتا مشکلش از این احادیثی که سندی که ما ذکر کردیم بیشتر خواهد بود. در اینجا اگه اجازه بفرمایید به حدیث اعرابی پردازیم. حدیث اعرابی هم تقریبا داستانش به همین صورت حدیث عتبی هستش ولی با کمی فرق و فرقش هم این چنین هستش. این اعرابی وقتی که وارد مدینه میشه 3 روز بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد مدینه میشه، شترش رو نزدیک قبر پیامبر صلی الله علیه و آله میبنده و خودش رو دوباره رو قبر پیامبر صلی الله علیه و آله میندازه و خاک قبر پیامبر صلی الله علیه و آله رو سر خودش رو میریزن و این آیت رو میخونه، همون آیتی که قبلا ذکر شد. در اونجا صدا وقتی که این شخص بلند میشه میخواد بره، صدا از قبر بیرون میاد، ندای از قبر بیرون میاد که به راستی تو بخشیده شدی و مورد عفو و بخشش الله سبحانه و تعالی قرار گرفتی. این حدیث اعرابی است، یعنی بدون ذکر عتبی. درست. این حدیث اعرابی به حدیث اعرابی معروف و مشهور هست. در حدیث پس 2 حدیث اینجا وجود داره. یک حدیث هست که اونجا در خواب میبینه، عتبی در خواب میبینه، اونم بعد از قبر بیرون میاد. در قرن سوم سال 200 خورده در خواب میبینه که این واقعه رخ داده. و در حدیث دوم که شما ذکر کردین ندا از قبر میاد. بله. و هر دو حدیث ها مشکل دارن. بله. الان اگه اجازه بدید ما به بررسی سند حدیث اعرابی میپردازیم. بفرمایید در مورد سند حدیث اعرابی. ابوالحسن الکرخی یکی از راویان یکی از سلسله افراد روایت کننده این حدیث هستش که شخص مجهولی هست. علی ابن محمد ابن علی شخص دیگری هست و ایشون هم مجهول هستند. احمد ابن محمد ابن الهیثم الطائی شخص مجهولی هستند.
و این شخص احمد ابن محمد ابن هیثم طائی از پدرش روایت میکنه و پدرش هم مجهول هست و پدرش هم از پدر بزرگش و پدر بزرگش هم شخص مجهولی هست. یعنی نسل اندر نسل از هم دیگه روایت میکنن و همشون از اول تا آخر مجهول هستن، شاید اصلا وجود خارجی هم نداشتن. بله درسته. و همچنین نفر بعدی سلمه ابن کهیل هستش که ایشون تابعی هستن و محل ثقه هستن و ابو زرعه رازی و ابو حاتم رازی این دو نفر این شخص رو تایید کردن و ایشون رو توثیق کردن و ابو صادق مسلم ابن یزید این شخص هم شخص ابن حبان و ابن ابی حاتم این شخص رو به ثقه نام بردن و ایشون رو توثیق کردن و شخص آخر علی ابن ابی طالب که این حدیث رو روایت کرده که صحابی جلیل القدر چهارمین خلیفه راشد و از بزرگان اهل سنت می باشند این حدیث رو روایت، یعنی این حدیث اعرابی از امام علی رضی الله تعالی عنه شروع میشه، ابو صادق و مسلم یزید، سلمه ابن کهیل و بعدش کلا مجاهیل این حدیث رو روایت میکنه. پس مادام این که در سلسله حدیث در سلسله سندی شخص مجهولی باشه، حتی ولو این یک شخص مجهول باشه، اگر تمام افراد دیگه‌اش ثقه باشه این حدیث از درجه اعتبار ساقط میشه. در اینجا ما تقریبا نزدیک به 5 نفر رو نام بردیم که مجهول هستند، یعنی هیچ مجهول هستن، هیچ نمیدونیم که این افراد ثقه هستن یا اینکه ثقه نیستن، ما نمیدونیم. حتی غیر از اینکه ثقه باشن یا نباشن نمیدونیم که آیا وجود خارجی دارن یا نه مجهولی هستن. و این دلیل بر باطل بودن سند این دو قصه و این دو داستان میکنه به خاطر مجاهیل زیادی و به خاطر مشکلات زیادی که داخل سند این حدیث هست، دلیل بر باطل بودن سند این حدیث میکنه. و شاید بعضیا بیان بگن که اینو من تکرار کردم، بارها تکرار کردم، بگن که اصل بر انسان مسلمان عدالتشه، میگیم هر فرد مسلمان عادله. نخیر، این درست نیست، چون اصل بر انسان مسلمان بودنشه تا اینکه، ولی عدالت یک وصف زیادی هستش بر مسلمان بودن که عدالت هم خودش یک سری شروطی داره که باید در این شخص پیدا بشه که در اون زمان هست که این شخص به اسم مسلمان عادل شناخته میشه. پس اصل بر انسان مسلمان بودنشه تا اینکه صفاتش رو بیشتر بالا ببره که به صفت عدالت هم برسه. این در مورد مختصر یعنی توضیحی بود در مورد سند این دو حدیث و این دو روایت. در اینجا میتونیم به بحث دیگه بپردازیم. قبل از اینکه وارد بحث دیگه بشیم بخشید جناب استاد، آیا حدیث دیگه ای از اعرابی چون اینجا یک حدیث ذکر کردیم، آیا حدیث دیگه موجود داره یا نه؟ اگر هم وجود داشته باشه دقیقاً مثل حدیث قطبی میشه که به حساب اون قوی ترینش که اونقدر ضعیف بود، اونقدر مجهول الهویه داشت و اینم از اون بدتر خواهد. بله، اهل بدعت بیشتر همیشه به دلیل های استناد میکنن که از همه قوی تر باشه. اینها به این دو روایت و این سه روایت اشاره کردن به زعم خودشون که از همه قوی تر بوده، به زعم خودشون از همه قوی تر بوده، اما به نظر ما و نظر اهل سنت و نظر علمای اهل تحقیق این هستش که این سه روایت از درجه اعتبار ساقط هستند، چون این همه مشکل داخل سند این روایت وجود داره و به خاطر از درجه اعتبار ساقط میشه. خب جناب استاد، اگه قبل از این که وارد مبحث بعدی بشیم، فکر کنم یک میان برنامه با عزیزان و بینندگان محترم میبینیم، بعد باز میان برنامه وارد مبحث خواهیم شد و انشالله که بتونیم امشب بحث حدیث قطبی و اعرابی رو به پایان برسونیم تا بهتر بتونیم به بحث توسل و همچنین عقیده صحیح اهل سنت و جماعت بپردازیم. خب بینندگان عزیز، همونطور که استاد عزیز اشاره کردن، بحث حدیث توسل که ببخشید اون حدیث نامشروع که اهل بدعت و مبتدعین به اون متوسل میشن و استدلال میکنن که حدیث توسل به مامات یا مردگان جایزه. حدیث که جناب استاد اشاره کردن حدیث قطبی یا حدیث اعرابی که سلسله سندش رو بررسی کردیم و افراد مجهول الهویه زیادی در آن یافت شد. در جایی که من در ابتدای برنامه هم اشاره کردم و آیاتی رو تلاوت کردم که خداوند متعال بین خود و بندگانش هیچ واسطه و رابطه‌ای رو قرار نداده و حتی از شاهرگ گردن انسان هم گفته ما به شما نزدیکتریم. و آیه‌ای که تمام عزیزان حفظن، کسانی که واقعا میشه گفت مسلمان یا خودشون مسلمان مینامن، اون آیه رو حفظن، در سوره فاتحه اومده که خداوند متعال میفرماد ایاک نعبد و ایاک نستعین، به بندگانش میگه که شما بگی که من فقط تو رو
میپرستم و از تو استعانت و کمک میخوام. اینجا لفظ ایاک فقط خاص و انحصار شده در اینکه عبادت و کمک خواستن، استغاثه خواستن از الله متعال. با یک میان برنامه کوتاه در خدمت جناب دکتر و همچنین شما بینندگان عزیز خواهیم بود. با همین میان برنامه کوتاه رو میبینیم. با سلام مجدد خدمت یکایک بینندگان عزیز. سوال بعدی که شاید برای همه بینندگان مطرح بشه، همچنین برای خودم شاید، از جناب دکتر قرار که اینجور بپرسیم که جناب دکتر حالا شما اشاره کردین که سندش ضعیفه و سنداشون ذکر کردین، اما اگه بالفرض محال، حالا ما یقینا نمیگیم، بالفرض محال اومد و سندش صحیح بود، حالا اسناد دیگه در جای دیگه یافت شد، در کتاب‌های دیگه یافت شد و صحیح بود، آیا صحت سندش که در روایت‌های در جاهای دیگه اگر سندش صحیح بود، آیا دلالت بر این میکنه که متنش هم صحیحه؟ آیا میتونه وقتی سند صحیح باشه متن هم صحیح باشه یا نه؟ فرق بین سند چیزی دیگری است و متن چیزی دیگری و هیچگاه به این معنی نیست که وقتی سند صحیح بود متن حتما صحیحه. بله، سوال بسیار خوبی هست در اینجا، یعنی محل خودش از این سوال، به این صورت که علما یک قاعده رو ذکر میکنن، قاعده بسیار مهمی هست که میگن که صحت الاسناد لا يلزم منها صحت المتن. یعنی صحیح بودن سند دلالت بر این نمیکنه که حتما متنش هم صحیحه، چون صحیح بودن سند یکی از شروط صحیح بودن حدیث هستش، نه اینکه کل شرط اساسی صحیح بودن حدیث. و چون حالاتی برای سند، برای متن حدیث پیش میاد، مثلا میگیم این حدیث عتبی یا حدیث اعرابی بالفرض محال سندش صحیح هستش، مشکل نداره، همشون ثقه هستن، هیچ کدوم مشکل ندارن، همشون افرادی هستن که بهشون اسناد میشه و به حدیث اونها اعتبار میشه کرد. اما میایم در اینجا متنش بررسی میکنیم، ببینیم آیا متنش هم مثل سندش صحیح هست یا نه، چون بعضی اوقات حالاتی برای متن حدیث پیش میاد که ولو اینکه سند این حدیث هم صحیح باشه متنش ضعیف خواهد بود و این حدیث دوباره از درجه اعتبار ساقط میشه. برای پس شما طور که زگمین جناب استاد، برای یک بررسی یک حدیث که آیا صحیح هست یا نیست نیازه که هم سند جدا بررسی بشه و متن جدا بررسی بشه. وقتی این دوتا بررسی شد و کاملا مشخص شد که واقعا از لحاظ سند مشکل نداره و کامل و صحیحه و هم از لحاظ متن مشکل نداره، اون وقت میشه که اون صحیح میشه بهش استدلال کرد و در درجه های حدیثی قرار میگیره. بله دقیقاً همینطوریه. اگر سند صحیح باشه، متنش هم صحیح باشه، اون وقت این حدیث صحیح خواهد بود یا حدیث حسنی خواهد بود و در اون درجه هایی که در اون درجه هایی که علما قرار دادن اون یعنی قرار میگیره و به اون عمل خواهد شد. مثلا حالاتی که برای متن حدیث پیش میاد که این حدیث رو ضعیف میکنه و این حدیث رو از درجه اعتبار ساقط میکنه ولو اینکه سندش هم صحیح باشه، مثلا تصحیف، تغییر و تبدیل در متن حدیث به وجود میاد. بعضی اوقات میان به اصطلاح حدیث بهش چی میگن؟ تصحیف میگن، یا اینکه تغییر و تبدیل در مورد متن حدیث به وجود میاد. مثلا تغییر پیدا میکنه، تصحیف میشه، عوض میشه، مثلا کلمه با کلمه عوض میشه، مثلا حدیث مقلوب میشه، جایی که یعنی بعضی از مثلا یک حدیثی هست که علما ذکر میکنن، میگن که طوری صدقه بدید که نفهمید که طوری صدقه بدید، به حالت مخفیانه صدقه بدید که دست چپ نفهمه که دست راست چیزی بخشیده. این حدیث صحیح هست، در صحیح بخاری ذکر شده. اما یک حدیث ضعیفی هست در این مورد که دقیقاً مثل همین حدیث هیچ فرق نداره، اما این حدیث ضعیف هست، برعکس شده، یعنی مقلوب شده، قلب شده. مثلا میگه طوری صدقه ببخشید که دست راستتون با دست چپتون طوری صدقه بدید که دست راستتون نفهمه که دست چپتون چه صدقه‌ای داده. به این صورت یعنی مکان راست و چپ عوض شده در این حدیث. اما در احادیث دیگری وجود داره که متنش مقلوب نشده، متنش سر جای خودش مونده و سندش صحیح هست و در صحیح بخاری اومده، اما در بعضی جاها، در بعضی از روایت‌ها این حدیث در مقلوب شده، جای چپ و راست عوض شده و حدیث ضعیفی هستش. درست. پس مثلا اینکه برای حدیث، برای یک متنی که مثلا درست نباشه، بعضی از افراد فاسق، بعضی از افراد مبتدع میان یک سری سلسله اسناد صحیح رو برای این حدیث میذارن، برای این متن درست میکنن، میگن مثلا فلان کس که ثقه هست از فلان کس از فلان کس از فلان کس که همه ثقه هستن این حدیث رو روایت کردن، خودشون یک مقوله رو میارن،
خودشون یک قول باطلی رو میارن و برای این حدیث اسناد صحیح درست میکنن. پس علما باید در اینجا یعنی همیشه این کار رو کردن، هم اسنادش رو بررسی کردن و هم متنش رو بررسی کردن. اگر متن و اسناد هر دو تا صحیح بود به این حدیث عمل میشه و به درجه صحت یا حسن یا به درجاتی میرسه که به اون عمل میشه. اما اگه مشکلی داشته باشه در این میان از درجه اعتبار ساقط میشه و به اون عمل نخواهد شد. البته این در این مسئله یعنی خیلی صحبت ها هست و در اینجا محل این نیست که ما این رو توضیح بدیم که چه مشکلاتی برای متن حدیث پیش میاد که از درجه اعتبار ساقط میشه. اما به عنوان مثال ما ذکر کردیم این دو نمونه رو. پس باید در اینجا بدونیم که صحت سند دلیل بر صحت متن حدیث نمیکنه و همینطور که اهل علم میدونن و طلبه های علم میدونن و همچنین کسانی که آشنایی مختصری نسبت به علوم حدیث داشته باشن و این رو من باب آگاهی مردم میگیم که شروط حدیث صحیح 5 شرطه. یعنی باید یک حدیث 5 شرط داشته باشه که به درجه صحت برسه. اولا اینکه اتصال و سند باشه، سندش متصل باشه، همونطوری که ما در موردش صحبت کردیم که افراد سندش متصل باشه و افرادی که این حدیث رو روایت میکنن باید افرادی باشن که مورد ثقه باشن و مورد اطمینان باشن. یعنی اتصال و سند که شما ذکر کردین از این 5 گزینه‌ای که شما گفتین که برای یک حدیث صحیح لازمه، یک از اونها اتصال و سند بود و اتصال و سند شما گفتین تمام روات اون حدیث، اون سند اون حدیث باید ثقه باشن، یعنی مورد تایید علما و اندیشمندان همون عصر باشن. بله. و شرط دوم عدالت راوی هست. بعضی اوقات سند متصله اما میبینیم که راویانی که وجود دارن عادل نیستن، مثلا مشکل دارن، فاسق هستن، کذاب هستن، مدلس هستن، دروغ پرداز هستن. یعنی باید حتما زمانی که سند متصل بود باید راویای این حدیث هم عادل باشن. و همچنین شرط سومی که وجود داره برای اینکه این حدیث به درجه صحت برسه این هستش که باید حفظ و ضبط این راویان مورد تایید باشه، مورد ثقه باشه. یعنی این حدیثی که روایت میکنن با جزم و با قاطعیت و با یقین این حدیث رو روایت بکنن، نه اینکه در حدیث شک و تردید داشته باشه. مثلا میگن فکر کنم این حدیث رو من اینطور شنیدم، فکر کنم جای این کلمه هستش، یا مثلا با یقین و با جزم این حدیث رو روایت نکنه. پس شرط سومی که برای صحت حدیث صحیح وجود داره ضبط و حفظ راوی هستش. و چهارمین شرط این که حدیث به درجه صحت برسه این هستش که شذوذ نداشته باشه این حدیث. معنای شذوذ چی هسته؟ معنای شذوذ این هستش که روایت این شخص با روایت کسانی که از اون شخص ثقه تر هستند تفاوت نداشته باشه. هر زمانی که روایت این شخص با روایت کسانی که از اون ثقه تر هستند تفاوت داشته باشه این حدیث شاذی هستش. و حدیث شاذ هم مادام اینکه با شخص اوثق‌تری با فرد موثوق‌تری در تعارض باشه درجه اعتبار ساقط میشه و متروک میشه، یعنی بهش عمل نمیشه. بله، به اون عمل نمیشه. و شرط پنجمی که برای صحیح بودن حدیث وجود داره اینکه علت نداشته باشه. علت یعنی که مریضی نداشته باشه این متن حدیث، یعنی اینکه سند حدیث مریضی نداشته باشه. و این نوع مریضی فقط علما و کسانی که در این زمینه تخصص دارن مریضی این احادیث و میشناسن و چیز مخفی هستش و بر کسانی که آگاهی نسبت به علوم حدیث نداشته باشن مخفی میمونه و نمیدونن. پس در اینجا اتصال سند یعنی که صحت سند یک شرطی از شروط صحیح بودن حدیث هست. بالفرض ما میگیم که حدیث اعرابی و حدیث عتبی حدیث صحیح الاسنادی هستش، ولی باید مسائل دیگه هم بررسی بشه. مثلا عدالت راوی باید بررسی بشه، این راویانی که مثلا روایت کردن حفظ و ضبطشون باید بررسی بشه. باید ببینیم که آیا شذوذ نداشته باشه، علتی وجود نداشته باشه در حدیث. یعنی نباید این حدیث هیچ گونه نقص و کمی و کاستی که علما ذکر کردن داشته باشه. ما در اینجا میگیم که این حدیث صحیح الاسناد مشکلی نداره، اما باید متنش هم بررسی بکنیم ببینیم متنش هم از معتبر هست یا نه. اگه معتبر باشه همه به اون عمل میکنن، باید محل عمل بشه برای مردم. و اگر این حدیث مشکل داشته باشه و مشکلاتی که ما الان در اینجا ذکر خواهیم کرد مشکل داشته باشه باید همه
اون رو کنار بذارن و به اون عمل نکنن و اگر تا الان نمیدونستن توبه بکنن و از عمل کردن به این نوع توسل نامشروع پرهیز بکنن و دوری بکنن. پس در اینجا ما گفتیم که اتصال سند شرطی از شروط صحت حدیث هستش، نه اینکه کل یعنی دلالت بکنه بر صحت کل حدیث. درست. و شما جناب استاد اشاره کردین که برای یک سند حدیث از حدیث صحیح 5 شرط لازمه که اتصال سند بود، تمام روات به قول معروف از همدیگه روایت کرده باشن. بله. سندش کلا روات با هم وصل باشن. عدالت راوی، اون راوی که حدیث رو نقل میکنه روایت میکنه عادل باشه. حفظ و ضبط داشته باشه، به حافظش کاملا اطمینان کامل داشته باشه که هیچ مشکل نداره، به قول شما اگه فکر کنم اینجور بود یا اینجور نبوده. و همچنین شذوذ همونطور که شما اشاره کردین نداشته باشه و علت و معلول هم درش نباشه. پس جناب دکتر شما الان ما گفتیم بالفرض محال، حالا شما 5 شرط رو ذکر کردین که برای حدیث صحیح لازمه که این 5 شرط وجود داشته باشه. اما بازم ما بالفرض محال میگیم. حالا بالفرض محال نمیدونم تا چند از مناسب باشه. تا بالفرض محال حالا سند این صحیح این 5 شرط یافته شد، سند صحیح بود، هیچ مشکلی نداشت. حالا اون مشکلاتی که در متن حدیث وجود داره، بله. اون چه مشکلاتیه که مانع از این میشه ما به این حدیث استدلال کنیم؟ بله، در اینجا ما به بررسی متن حدیث میپردازیم که ببینیم متن این حدیث تا چه اندازه‌ای مورد اطمینان هست و مورد یعنی این هستش که ما بتونیم به اون عمل بکنیم و اون رو بپذیریم. همونطور که ما میدونیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که وفات فرمودند در کجا دفن شدند؟ در خانه صدیقه کبری عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، یعنی در خانه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دفن شدند. و خانه به خاطر چه یعنی ایشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه حضرت عایشه دفن شدند؟ به خاطر این هستش که طبق حدیثی وجود یعنی وقتی که صحابه با هم دیگه اختلاف پیدا کردن گفتن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در کجا ما دفن بکنیم، حضرت ابوبکر صدیق که همراه و ملازم همیشگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن فرمودن که من یک حدیث رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم و فرمودن که تمام پیامبران در همان جایی که وفات میکنن در همان جا دفن میشن و همونطور که همه اهل علم میدونن و همه کسانی که آگاهی دارن بدون اینکه هیچ گونه غرض و بغضی داشته باشه میدونن که میدونن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وفات فرمودن و در همونجا هم دفن شدن و جایی که خانه باشه حتما در داره، دروازه داره و باید کسی که بخواد وارد این خانه بشه باید حتما در بزنه، اجازه بخواد، اگر اجازه بهش دادن وارد خانه خواهد شد. و در این روایت حدیث عتبی و اعرابی همونطور که ما میدونیم در روایت اولی گفتیم عتبی کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته و در اونجا اعتکاف کرده. آیا امکان داره عتبی بدون اجازه و بدون اینکه کاری داشته باشه همونجا کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف کرده باشه؟ این یکی. و یا اینکه اعرابی میگن که اعرابی به محض اینکه وارد مدینه شد و شترش رو بست کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم بلافاصله خودش رو انداخت رو قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. آیا هیچ گونه اجازه گرفته در زده؟ آیا یعنی از این حدیث ها از این سه روایت و از این دو ماجرای عتبی و اعرابی اینطور برمیاد که انگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون از خانه عایشه رضی الله تعالی عنها دفن شدن. درست. به همین صورت تونسته که عتبی همونجا اعتکاف بکنه بشینه و یا اینکه اعرابی محض اینکه از شترش پای میاد شترش میبنده خودش رو قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم بندازه. این یکی از مشکلاتی هستش که داخل این حدیث وجود داره یا داخل متن این حدیث وجود داره. یعنی هیچ ذکری نیومده که اعرابی یا عتبی در زده باشن به اونها اجازه دخول داده شده باشه و اونجا این اعمال رو انجام داده باشن. درست. و در روایت عتبی اومده که كنت جالسا عند قبر النبي صلی الله علیه و سلم فجاء اعرابی، کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودم تا اینکه اعرابی اومد و این عمل رو انجام داد. در اونجا ما میبینیم که روایت حدیث اعرابی کی راویش بوده؟ امام علی رضی الله تعالی عنه که امام علی رضی الله تعالی عنه شاهد این واقعه بوده، دیده که اعرابی اومده پایین و این چنین عکس العملی رو از خودش نشون داده، خاک رو سر خودش ریخته، گریه کرده. و آیا امام علی رضی الله تعالی عنه نمیدونسته که این عمل خلاف سنت هستش، خلاف اون چیزی هستش که پیامبر صلی الله علیه و سلم اون رو به عنوان دین آورده؟
آیا امام علی رضی الله تعالی عنه نمیدونسته که این عمل یکی از اعمال جاهلی هستش، انسان خودش رو بندازه رو قبر گریه بکنه، خاک قبر رو سر خودش بریزه، یا به قول معروف سر صورت زدن و سر صورت زدن و یا اینکه گریه کردن با صدای بلند و اینا؟ نمیدونسته؟ به تب میدونسته امام علی رضی الله تعالی عنه. اما این یکی از مشکلاتی هستش که داخل متن این حدیث وجود داره که امام علی چرا سکوت کرده بر منکری؟ آیا صحابه بر منکر سکوت میکردن؟ خیر. همه ما میدونیم که صحابه هر وقت منکری رو میدیدن حتما اون رو گوشزد میکردن که میگفتن که این فعل منکره یا این قول منکره و این درست نیست که انجام داده بشه و این عمل درسته و این روش درسته، چون شاگردان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن. کسی که شاگرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه هیچ وقت در مقابل منکری سکوت نخواهد کرد. درست. پس جناب استاد طوری که شما فرمودین واقعا به نکات زیبا اشاره فرمودین که سیدنا علی رضی الله عنه در اونجا حضور داشت، یعنی طوری که معلومه راوی حدیث عربی بله خودشون سیدنا علی رضی الله عنه و اون شخص عربی اومد در محضر ایشون اون عمل که یعنی میشه گفت در دین نیست، چون که از هیچ از صحابه تابعین خیر القرون یا سلف صالح ثابت نشده که هیچ کس خودش روی قبر پیامبر یا قبر کس دیگه بیاندازه و اون عمل بکنه از افراد معتبر. بله. و سیدنا علی در مقابل اون عملش سکوت کردن. بله. دقیقاً. بله. و میتونیم به مشکل دیگه که در متن این حدیث وجود داره اشاره بکنیم. بگیم که این عتبی که این افراد به اون استدلال به حدیث اون استدلال میکنن، اگر در مدینه بوده طبعا و 3 روز بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و در مدینه این واقع اتفاق افتاده، پس این شخص عتبی که ادعا میکنن خیلی از افراد مبتدع میگن که صحابی بوده، میگن که این شخص عتبی صحابی بوده. قبل از اینکه به این سوال یا شبهه‌ای که مبتدعین وارد میکنن بپردازین، خب منم قبلا اشاره کردم، الان میگم من نمیدونم این چه سنی داشته که 255 حالا حداقلش 225 بگیریم وفات کرده و در اون وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات کردن در اون 3 روز بعد از وفاتشون این حداقل بود 15 بوده یا 20. خب بفرمایید. یک سوالی که واقعا علامت سوال. بله درسته. اگر این شخص عتبی صحابی بوده باشه، بالفرض این شخص عتبی صحابی بوده باشه، آیا این شخص عتبی نمیدونسته که پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از اینکه وفات بکنن 5 روز زودتر این حدیث رو فرمودن که لا تتخذوا قبر عیدا، قبر من رو محل جمع شدن خودتون رو و رفت و آمد قرار ندید، یعنی جایی که من دفن شدم، جایی که من قرار دارم بعد از وفاتم، اون مکان رو محل تجمع و رفت و آمد قرار ندید. این شخص عتبی چرا رفته کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته و اونجا اعتکاف کرده؟ و اگر بگیم بالفرض محال این شخص صحابی بوده باشه و این حدیث رو نشنیده، آیا اصحاب دیگری وجود نداشتن در دوربر ایشون و به ایشون گوشزد بکنن که پیامبر صلی الله علیه و آله همچین فرموده رو گفتن؟ و آیا چرا شخص دیگری از اصحاب کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین نیومدن همچین کار رو انجام بدن مثل عتبی، یعنی همراه عتبی بشینن؟ شخص چون اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله کسانی بودن که پیامبر صلی الله علیه و آله رو از هر کسی که بگید بیشتر دوست داشتن و پیامبر صلی الله علیه و آله رو بر جان و مال و اولاد خودشون اولادتر میدونستن و افضلتر میدونستن. پس چرا هیچ یک از افراد هیچ یک از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله نیومدن همراه عتبی و با عتبی بشینن و کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله اعتکاف بکنن و بشینن و اینکه این حدیث رو روایت بکنن، همون حدیثی که این افراد به اون اعتقاد دارن و به اون ایمان دارن؟ پس اینه که از مشکلات دیگری هست در این متن حدیث که این شخص عتبی صحابی نبوده و این شخص عتبی سال 228 هجری یا اینکه بعضیا میگن 255 هجری وفات کرده، در قرن سوم بوده و این حادثه که اتفاق افتاده در 3 روز بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و همچین اتفاقی یعنی شخصی بتونه 200 سال زندگی بکنه، یعنی 225 سال عمر بکنه، خیلی محال هستش و البته 225 سال بیشتر میشه. بله بیشتر میشه، ما اینقدر رو حساب میکنیم. درسته که ما همون حداقل وفاتشو که 225 بگیریم و در سن وقتی که این روایت رو نقل کرده 25 سال بوده، 250 بالا میشه. خب جناب بله و اگر اجازه بدید من این چند نوع از مشکلاتی که وجود داره در سند در متن حدیث رو اشاره بکنم. در اون جایی که اعرابی میاد و این رو میگه که یا رسول الله جئتك مثقلا بالذنوب والخطايا مستشفعا بك على ربك لانه قال في محكم كتابه، میگه ای رسول الله
من آمدم نزد تو با بار گناه، با سنگینی که گناهان زیادی بر من سنگینی میکنن و گناهان زیاد رو من انجام دادم و نزد تو آمدم که از تو شفاعت بطلبم، همانطوری که الله سبحانه و تعالی در کتابش میفرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. این آیت رو میخونه و تلاوت میکنه، این گفته اعرابی که میگه یا رسول الله، این گفته اعرابی که میگه یا رسول الله، اینجا محل شاهد هست در متن این حدیث. همونطور که میدونیم که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات فرمودند و این اتفاق روی داد، یعنی اعرابی، و پیامبر صلی الله علیه و آله رو با ندا صدا کرد و همونطور که ما میدونیم که دعا کردن یکی از عبادت های بزرگ هستش و کسی دیگر را با الله سبحانه و تعالی شریک کردن در عبادت شرک هستش. این اعرابی پیامبر صلی الله علیه و آله رو مورد ندا و مورد خطاب قرار میده و با یای ندا و استغاثه ایشون رو فریاد میزنن و به این صورت حساب میکنن که یعنی اتفاق میفته، در صورتی که اونجا امام علی هم بوده و عتبی که بگیم صحابه بوده و شاهد این ماجرا بودن و اونها هیچ گونه انکاری نسبت به این عمل اعرابی نشون ندادن از خودشون. درست. و این عمل در اصل شرک محسوب میشه، یعنی ندا کردن کسی که وفات کرده، هر کسی که باشه، پیامبر باشه، اولیا باشه، صحابی باشه، هر کسی دیگری باشه، با ندا کردن این شخص با یا استغاثه و یا استشفاء درست نیست. و دلیل من برای اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وفات کرده، چون بعضیا شاید بگن که خیر این فرد. استاد عزیز ببخشید این بحث رو منم در این سوال اینجا مطرح کرده بودم، می‌خواستم این سوالو بپرسم در مورد این که شما الان بهش اشاره کردین، با هم یک میان برنامه و ببینید یک میان برنامه می‌بینیم، بعض میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود و امیدوارم که این سوالو که الان شما بهش اشاره کردین مفصلا بهش بپردازین که جای شبهه و جای سوال برای هیچ کس نباشه. خب از بینندگان عزیز تقاضا دارم یک میان برنامه با هم می‌بینیم، دوباره در خدمت جناب استاد انصاری هستیم. با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز محترم برنامه بازسازی اندیشه. همونطور که جناب استاد زانیار اشاره کردن که در متن این حدیث مشکلات زیادی است و این قسمت آخر که اشاره کردن که یا رسول الله یا ندا برای استعانت اینجا ذکر شده و گفتن که دعا خواندن یا دعا خودش یا قسمتش عبادت، همچنین که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید وقال ربکم ادعونی استجب لکم. لفظ دعا رو در این آیه خداوند متعال ذکر کرده، ادعونی لفظ دعا رو ذکر کرده، استجب لکم من اجابت میکنم دعایتون را. در ادامه آیه می‌فرماید که ان الذين یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، کسانی که از عبادت من سرکشی کنند. یعنی دقیقاً در این آیه خداوند متعال دعا را عبادت خوانده، پس معلومه که عبادت فقط خاص و خاص برای خداوند متعال است. در ادامه مبحث با مشکلات دیگری که در متن حدیث وجود داره با جناب استاد زانیار هستیم. جناب استاد سلام مجدد خدمت شما، بفرمایید چه مشکلات دیگه در متن این حدیث وجود داره؟ قسمتی شما اشاره کردین و اون مشکلات دیگه‌ای که در این متن حدیث اعرابی یا حدیث عتبی وجود داره بفرمایید برام بینندگان شرح بدید. بارک الله فیکم. شاید در اینجا بعضیا سوال بپرسن بگن که دلیلتون برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله وفات کرده چی هستش؟ چون همونطوری که اعرابی میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی میگن احادیث بسیار زیادی هست وجود داره که دلالت میکنه که پیامبران و شهدا زنده هستند و عند ربهم یرزقون و نزد الله سبحانه و تعالی رزق و روزی دارن شهدا و پیامبران هم به طبق احادیث زیادی وجود داره که زنده هستند و نمردند. شاید بعضی از سوال پرسیدن میگن دلیلتون برای اینکه پیامبران وفات کردن چه هستش؟ این اعرابی رفته و با این عقیده و با این فکر رفته که بله پیامبر صلی الله علیه و زنده است و صدای این شخص رو میشنوه، به همین خاطر رفته این طلب رو از پیامبر صلی الله علیه و خواسته. اما دلیلمون برای اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات نمودن و وفات فرمودن آیات زیادی هستش که ما در اینجا به چند آیات اشاره میکنیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که انک میتون و انهم میتون. سوره زمر آیه 30 الله سبحانه و تعالی میفرماید که به راستی تو ای محمد
وفات خواهی کرد و باقی افراد هم نیز وفات خواهند کرد. اینهم میتون، یعنی و افراد دیگر، یعنی صحابه و دیگر افراد هم وفات خواهند کرد. و همچنین الله سبحانه و تعالی میفرماید که کل نفس ذائقة الموت. این در سوره عنکبوت در آیه 57 اومده که هر نفسی چشنده مرگ هست، یعنی هر نفسی مرگ را خواهد چشید و این شامل نفس پیامبر صلی میشه، شامل نفس تمام پیامبران، شهدا، صالحین و مابقی مردم خواهد شد. یعنی هر کسی که صاحب روح باشه و روح داشته باشه مرگ را خواهد چشید و طعم مرگ را خواهد چشید. و الله سبحانه و تعالی در آیه دیگه میفرماید که ما محمد الا رسول، محمد کسی نیست مگر رسول الله سبحانه و تعالی فرستاده الله سبحانه و تعالی. قد خلت من قبله الرسل، که قبل از اون، قبل از محمد صلی الله علیه و سلم پیامبران دیگری هم آمدند. افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیا اگر این محمد وفات بکنه، این خطاب به صحابه، و آیا اگر محمد صلی الله علیه و سلم وفات بکنه شما یعنی که کشته بشه، آیا شما از دینتون برمیگردید؟ در اینجا الله سبحانه و تعالی صراحتا اشاره فرموده که اف ان مات او قتل، اگر ایشون وفات بکنه این که کشته بشه، شهید بشه، آیا شما از دینتون برمیگردید و از دینتون دست خواهید کشید؟ و همچنین یار غار ابوبکر صدیق رضی الله عنه این چنین میفرماید که بهترین افراد هست بعد از پیامبران رضی الله تعالی علیهم عنه، میفرماید که بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و وفات فرمودند و ایشون وفات فرمودند، صحابه همه متشتت شدند، صحابه همه ناراحت بودند، همه خودشون رو باخته بودند. امام ابوبکر رضی الله تعالی عنه آمدند و این چنین خطبه ایراد فرمودند که اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلی الله علیه و سلم، هر یک از شما اگر محمد رو میپرستیدید و ایشون رو عبادت میکردید، الیاذ بالله، این در بخاطر این سوالی هستش که مخاطبین بفهمند که، یعنی به خودشون بیان که ماجرا از چه قرار هستش. میفرماید که هر کس از شما که محمد رو میپرستید بدانید که فإن محمد صلی الله علیه و سلم قد مات، بدونید که محمد صلی الله علیه و سلم وفات نمودند. و من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت، و هر کس الله سبحانه و تعالی رو عبادت میکنه و عبادت میکرد بدونه که الله سبحانه و تعالی زنده هستند و هیچگاه وفات نخواهند کرد. این در مورد این هستش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وفات فرمودند و وفات کردند. اما جناب استاد واقعا به نکته خیلی جالب اشاره کردن، اگرچه قبلا اینو خیلی شنیدیم، همه بینندگان هم در روایت‌های تاریخی که خوندن حتما اینو شنیدن که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد، این خطبه واقعا شیوا را سیدنا ابوبکر رضی الله عنه ایراد کردن که آقای انصاری به قسمتشون اشاره کردن که هر کس پیامبر صلی الله علیه و سلم رو، محمد رو پرستش میکرد، پیامبر وفات کرده و اگر پیامبر رو معبودش میدونسته پس معبود دیگه نخواهد داشت، و هر کس که خدا رو پرستش میکرده خداوند متعال حی و قیوم و زنده است و وفات نمیکنه. و به نکته خیلی جالب اشاره کردن که من الان به ذهنم رسید که اون اعرابی که در روز سوم از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه اومد طبق روایتی که هم در روایت اعرابی است هم در روایت قطبی است که خودش رو قبر انداخت، حالا ادامهشو بذارین کنار، خودش رو قبر انداخت و یا رسول الله گفت آیا این خطبه سیدنا ابوبکر به گوشش نرسیده بود، در صورتی که خیلی تازه بود؟ بله، دقیقاً روز اول بود. بله، یعنی به گوشش نرسیده بود. پس یکی از به نظر من دلیل هایی که میتونه این حدیث قطبی یا حدیث اعرابی خیلی ضعیف باشه و اصلا بگیم وجود نداشته باشه، این است که در اون ایامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات کرده بودن، تمام اصحاب بر این قول سیدنا ابوبکر شنیده بودن و واقعا بهش اعتماد داشتن و یقین داشتن. و در آیاتی که شما اشاره کردین انک میت و انما میتون کل نفس ذائقة الموت و آیات دیگری که در قرآن ذکر شده. سوال اینجا که شما بهش اشاره کردین که پیامبران و شهدا طبق احادیث دیگه‌ای هست، آیات دیگه‌ای هم، همچنین آیات سوره بقره و سوره آل عمران فکر کنم باشه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. در سوره آل عمران اومده و همچنین در سوره بقره اومده که شهدا زنده اند و همچنین شما اشاره گفتین که شاید احادیث دیگه‌ای وجود داشته باشه و دلالت بر این کنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده اند. اگر این گونه سوال پیش بیاد،
همچنین که آیه هست ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات شهدا زنده. جواب اینجا چی خواهد بود برای بینندگان و برای اونهایی که اهل بدعت هستن و از این راه میخوان برای خودشون برای حدیث قطبی و بقیه توسل نامشروع راه پیدا کنن؟ بله. در اینجا ما به این مسئله اشاره بکنیم که درست شهدا زنده هستند، پیامبر صلی الله علیه و آله و پیامبران همه زنده هستند، اما زنده بودن اینها مربوط به دنیای دیگر هستش، مربوط به عالم برزخ هست. یعنی ایشون پیامبر صلی الله علیه و آله و ما بقیه پیامبران و شهدا که در آیات و احادیث به اونها اشاره شده اینطور هستش که حیات برزخی دارن، حیات برزخی دارن و حیات برزخی هم مجهول هستش برای ما، یعنی برای ما معلوم نیست که چه جور حیات و زندگانی هستش و صحابه هم به همین صورت فهمیدن که بله شهدا زنده هستن، پیامبران زنده هستن، پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله زنده هستن، اما حیاتشون فرق میکنه و کیفیتش برای ما مجهول هست. ما نمیدونیم که زندگی اونها چطور هست و چطور زندگی میکنن، وگرنه اگر مثل دنیا بود، زندگیشون مثل زندگی دنیا می بود، خیلی از اصحاب، همه اصحاب میرفتن و همان گونه که در دنیا با پیامبر صلی الله علیه و آله می نشستن و صحبت میکردن و در دل میکردن و مشکلات خودشون رو با پیامبر صلی الله علیه و آله در میان میگذاشتن، به همین صورت میرفتن کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله، مشکلات خودشون رو در میان میگذاشتن و در دل میکردن و صحبت میکردن. اما ثابت نیست از هیچ یک از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و هیچ از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت نیست که این چنین عملی کرده باشن و رفته باشن نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و در دل کرده باشن، یعنی اینکه سخنان خودشون رو با پیامبر صلی الله علیه و آله در میان گذاشته باشن. اونجا قبل از اینکه شما به مطلبتون ادامه بدین، ردی بر کسانی که به این توسل نامشروع استدلال میکنن، اون عمل سیدنا عمر رضی الله عنه است که قحطی در مدینه اومد و به قبر پیامبر اصلا متوسل نشدن. دقیقاً به قبر پیامبر متوسل نشدن، بلکه گفتن وقتی که پیامبر بودن پیامبر برای ما دعا میکردن و باران میومد. الان که پیامبر نیستن، عموی پیامبر بیا برای ما دعا کنه، حضرت عباس عمویشون بیان برای ما دعا کنن تا باران و رحمت الهی بیاد. در صورتی که سیدنا عمر در خود مدینه بودن، قبر پیامبر صلی الله علیه و آله اون زمان در مدینه بود، پس چرا متوسل شدن به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله؟ عمل سیدنا عمر که خلیفه دوم و شخصیت دوم جهان اسلامه، به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله متوسل نشدن. بله. و اینا هم دلیل بر علیه. و یکی از دلیل‌های ما به اینجا به یکی از دلیل‌ها اشاره می‌کنیم که پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ گونه نفع و ضرری برای نفس خودشون هم نداشتن، چه برسه برای اینکه برای امتیانشون بعد از وفاتشون نفع و ضرر داشته باشن. آیت سوره اعراف آیت 88 میفرماید که الله سبحانه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. بگو ای محمد به امتیان بگو که من هیچ گونه نفع و ضرری برای خودم ندارم، نمیتونم نفع و ضرری برای خودم جلب بکنم مگر این چیزی که الله سبحانه و تعالی خودش بخواهد. این دلالت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله برای خودشون هم نفع و ضرری نمیتونن برسونن، چه برسه برای کسانی که بیان درخواست بکنن و دعا بکنن و چیزی بخوان تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله رو بعد از وفاتشون واسطه قرار بدن. بله پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان حیاتشون میتونه برای امتیانش دعا بکنه و دعا کرده و دعاش مستجاب شده، اما بعد از وفاتشون یعنی هیچ گونه دلیلی از قرآن و یا از سنت ما نداریم، سراغ نداریم که دلالت بکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از وفاتشون میتونه برای امتیانشون نفع و ضرری برسونه. و همچنین میشه در اینجا به حدیثی هم اشاره کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله قوم و قبیله خودشون رو و افراد خانواده خودشون رو نصیحت میکرده و این چنین میفرموده که یا بنی عبدمناف. بنی عبدمناف یکی از قبیله هستش که با قبیله قریش در بانگی دوست و فامیل بودن. میفرماید که یا بنی عبدمناف اشتروا انفسکم من الله. ای بنی عبدمناف شما نفسهای خودتون رو، جانهای خودتون رو از الله سبحانه و تعالی بخرید، یعنی که به اعمالتون متوسل بشید، کارهای خوب انجام بدید که دچار آتش دوزخ نشید بعد از وفاتتون و اعمال خوب انجام بدید که الله سبحانه و تعالی شما رو وارد بهشت بکنه. یا بنی عبدالمطلب اشتروا انفسکم من الله. همچنین به بنی عبدالمطلب همچنین نصیحتی فرمودن ای بنی عبدالمطلب جانها و نفسهای خودتون رو از الله سبحانه و تعالی بخرید به وسیله اعمال خوب. یا ام زبیر بن عوام عمه رسول الله. و همچنین میفهمه که به مادر زبیر بن عوام که عمه پیامبر صلی الله علیه و هستند و همچنین یا فاطمه بنت محمد و همچنین به دخترشون فاطمه رضی الله تعالی عنها همچنین به ایشون هم فرمودن اشتریا انفسکم من الله.
هر دوتاتون هم به عمهشون فرمودن و همچنین به دخترشون فرمودن که جانها و نفس خودتون رو از الله سبحانه و تعالی بخرید به واسطه اعمال نیک و اعمال خوب. لا املك لكم من الله شیئا، هیچی من نمیتونم به شما هیچ گونه نفعی برسونم، یعنی هیچ چیزی در دست و اختیار من نیست که من بتونم شما رو نجات بدم. سلانی من مالی ما شئتم، اما در مورد مالم از من هر چی بخواید من بهتون میدم. در مورد مالی که من در اختیار دارم، در دسترس است، اون رو در اختیار شما قرار میدم. اما در مورد این که من بتونم در چیزی برای شما از الله سبحانه و تعالی بگیرم و به شما بدم یا اینکه شما رو نجات بدم، من نمیتونم این کارو بکنم. خودتون و اعمال خودتون. این حدیث متفق علیه هست، در صحیح بخاری و مسلم روایت شده و حدیث قابل اسنادی هست. شما خیلی این حدیث که ذکرین خیلی زیبا بود که اول پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که عبد مناف که قوم قبیله کلا وسیع قریش یا خیلی با شاخرش داشت در بر میگیره و همچنین دوباره عبدالمطلب که کمی کوچکتر میشه باز میاد، عمهشون مادر زبیر ابن عوام رضی الله عنه و همچنین باز دخترشون، یعنی به تمام تک اشاره کردن که من نمیتونم صاحب نفذ برای شما نیستم و نمیتونم از شما نفعی برسونم و از شما ضرر رو دور کنم. و همچنین در اون آیه سوره اعراف بود که شما ذکر کردین که قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. واقعا زیبا بود. اگر بینندگان عزیز و اونهایی که به احادیث منکر و ضعیف یا احادیثی که واقعا قابل استدلال نیست متمسک بشن، بهترین باشه که به احادیث صحیح، احادیثی که در صحیحین، در صحیح مسلم بخاری و مسلم اومده و همچنین در آیاتی که در قرآن کریم ذکر شده. همچنین در اینجا میخوام من به آیاتی اشاره بکنم تا اینکه هم نفس خودم و هم بینندگان رو متذکر بشم به اینکه فقط الله سبحانه و تعالی هستش که ما میتونیم به ایشون توسل بکنیم و از ایشون ما طلب و حاجت بخوایم و هیچ کس دیگه نمیتونه به ما کمک بکنه. الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر آیه 13 و 14 اینجوری میفرماید که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که شما اونها رو میخوانید، کسانی که شما اونها رو میخوانید در دعاهاتون حتی صاحب پوسته هسته خرما نیستن. هسته خرما که یک پوسته دور برش هست، میگه حتی صاحب این هم نیستن. اون لای نازک پوسته خیلی نازکی هستش، میگه حتی اینها مالک این پوسته هسته خرما هم نیستن. کسانی که شما احساس میکنید که اینها میتونن به ما نفع برسونن یا اینکه ضرر رو مصیبتی رو از ما دفع بکنن. حالا این کسانی که اونا فکر میکنن حالا میخواد پیامبر باشه، میخواد فرزند پیامبر باشه یا میخواد به قول تعبیر بهتر صالحین اولیا و هر کس باشه، در این آیه دقیقاً کاملا شامل. بله. و همچنین در ادامه آیات میفرماید که این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم. درست. میگه اگر شما بالفرض اینها رو صدا میزنید و در دعاهاتون اونها رو یاد میکنید و اونها رو به طلب و یاری میطلبید، میگه اینها صدای شما رو نمیشنوند. این افرادی که شما اونها رو میخواین صدا رو شما رو نمیشنوند، خواه اینکه نبی باشه، ولی باشه، قبر باشه، شخص صالحی باشه یا اینکه مثلا هر چیزی باشه، هر چیزی که غیر از خدا باشه، اینها صدای شما رو نمیشنوند. ولو سمعوا، الله سبحانه و تعالی میفرماید که اگر بالفرض صدای شما رو بشنوند، مستجابوا لكم، هیچ یعنی شما رو اجابت نمیکنن و این چیزی که شما از اونها خواستید برای شما نمی آورن، چه اینکه چه اینکه مصلحت باشه، چه اینکه برای شما خوبی بیارن و چه اینکه ضرر رو از شما دفع بکنن. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و روز قیامت اینها از شما اظهار بیزاری و براءت میکنن به خاطر این شرکی که شما مرتکب شدید. پس الله سبحانه و تعالی این عمل رو شرک نامیده. الله سبحانه و تعالی در این آیه فرموده که هر کسی غیر از خدا کسی رو صدا بکنه، کسی طلب حاجت و کمکی بکنه، شرک هستش، عمل شرک رو مرتکب شده و غیر از شرک یعنی گناه بزرگتر ما گناه دیگری نداریم، چون تمام اعمال انسان رو باطل میکنه و انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه و وارد دایره کفر میکنه. شما قبل از اینکه به اشاره مطالبتون ادامه بدین، در آیه‌ای که اشاره کردین سوره فاطر ما یملکون من قطمیر، اول کلا حتی پوسته هسته خرما که خیلی پیش پا افتاده و خیلی ناچیزه، گفتهش مالک اون چیز، مالک پوسته هسته خرما نیستن. و در ادامه میگه که اگر اونها رو بخونید صدای شما رو نمیشنون. حالا اگر ما خواستیم برای پیامبر صلی الله علیه و آله و دیگران که وفات کردن از این دنیا رفتن،
اون جاشون محفوظ بذارین. و اما کسایی که زنده باشن توی یک اتاق دیگه باشن، توی یک ساختمان دیگه باشن، تو شهر دیگه باشن، به طریق اولا نمیشنون. البته اون کسی که باز وفات کرده و از این دنیا رفته به طریق اولا نخواهد شنید. و در ادامه هم میگه و اگرم بشنون، حالا بالفرض محال بیانو بشنون، بازم نمیتونه هیچ کار بکنن، چون که خداوند متعال در ابتدای آیه در آیه قبلی گفتید ما یملکونه من قطمیر. و اینکه شما اینجا اشاره زیبایی کردین که واقعا مناسب بود که دوباره یادآورشون برای بینندگان. بفرمایید. بارک الله فیکم. و در مورد شهدا ما به این اشاره بکنیم، بله شهدا زنده هستند و هیچ کس نمیتونه این رو انکار بکنه که شهدا زنده هستند و نزدیک الله سبحانه و تعالی رزق و روزی دارن و الله سبحانه و تعالی به اونها رزق و روزی داده و هر کسی منکر این بشه که شهدا زنده هستند کافر میشود. چرا؟ چون که صریح قرآن رو زیر سوال برده. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی فرموده که شهدا زنده هستند و نزدیک الله سبحانه و تعالی رزق و روزی دارند. اما در مورد شهدا زندگیشون چطوری هستش ما هیچ خبر نداریم که شهدا چطور زندگی دارن، چون در دنیا برزخ هستند. اما در اینجا باید به این اشاره بکنیم اگر شهدا زنده هستند و زندگیشون مثل زندگانی دنیا هستش، چرا زنانشون میتونن ازدواج بکنن؟ یعنی یک سوالی بود که می‌خواستن ازتون بپرسن و قبل از اینکه من بهش اشاره کنم و بفرمایید. چرا زنانشون میتونن ازدواج بکنن اگر زندگیشون همانند زندگی دنیایی هستش؟ و چرا مالشون به عنوان ارث برده خواهد شد اگر زنده بودنشون همانند زنده بودنشون در دنیا هستش؟ و چرا عملشون از دنیا منقطع خواهد شد اگر زنده بودنشون همانند زنده بودنشون در دنیا هست؟ چرا نمیتونن اعمال صالح انجام بدن؟ چرا نمیتونن به اعمال صالح خودشون اضافه بکنن؟ یا چرا یعنی هیچ یک از آیات قرآن اینها رو خطاب قرار نمیده اگر اونها مرتکب گناهی شدن اینها استغفار و توبه بکنن؟ درست. پس اینها وفات کردن و وارد دنیای برزخ شدن و زنده هستن و زندگیشون مخصوص زندگی دنیای برزخی هست که ما از کیفیت اون هیچ خبر نداریم، برای ما مجهول هستش. به همین خاطر همسرانشون بعد از اینکه عدهشون تموم شد میتونن ازدواج بکنن، مالی که داشته باشن به عنوان ارث برده خواهد شد و عملشون منقطع خواهد شد مادام اینکه صدقه جاریه داشته باشن، اینکه ولد صالحی داشته باشن برای این شهدا دعا بکنن. پس از لابلای تمام این گفته ها مشخص شد که حیات برزخی مثل حیات دنیایی نیست. و شاید در اینجا بعضی از افراد سوال بپرسند که در احادیثی اومده که پیامبر صلی الله علیه و آله یا در آیاتی اومده اشاره شده کسانی که در جنگ بدر هلاک شدن از کفار، چرا پیامبر صلی الله علیه و آله اینها رو مورد خطاب قرار داد؟ و چرا در احادیثی هست وجود داره که میگن کسی که دفن شده و مرده صدای پای اون کسانی که شخص دفن کردن رو میشنوه؟ در اینجا در شریعت مطلق و مقید داریم. ارزم به حضور شما مسائلی وجود داره که در بعضی از جاها الله سبحانه و تعالی بعضی از مسائل رو استثناء قرار میده، یا مثلا بعضی از مسائل رو از یک مسئله کلی استثناء قرار میده. مثلا کسانی که در جنگ بدر هلاک شدند از کفار، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که این افراد الان دارن صدای ما رو میشنون وقتی که ما اینها رو مورد خطاب قرار میدیم. این افراد مستثنا هستند از قاعده کلی که ما ذکر کردیم. و همچنین کسی که دفن میشه و مرده و وفات کرده صدای پای کسانی رو میشنوه، کسانی که اون رو دفن کردن. این فقط در همین مقطع هستش، اما ما بعد از اینکه رفتن اگر دوباره برگردن صدای اینها رو نخواهد شنید، یا اینکه خطاب اینها رو نخواهد شنید یا صدای اینها رو نخواهد شنید. بعضی اوقات متاسفانه ما میبینیم خواهران و برادران ما که به قبرستان میرن، سر قبر عزیزانشون میرن برای اینکه یادآوری مرگ بشه برای این افراد و برای اینکه بدونن که فردا دوباره اینها هم مکانشون همینجا هستش. میرن قبر رو با یک سنگی میزنن، میگن که مثل اینکه در خانه رو زدن، که مثلا شخص رو آگاه بکنن، کسی که مرده است آگاه بکنن که مثلا من آمدم که تو رو زیارت بکنم، تو رو ببینم، یا اینکه با تو صحبت بکنم. میشینن در دل میکنن، صحبت میکنن، فکر میکنن که این شخص مرده صدای اینها رو میشنوه. اما در اصل این یعنی شریعت اسلامی در آیات زیاد به این اشاره کرده که شخصی که مرده صدای انسان رو نمیشنوه و کلا از دنیا قطع رابطه کرده و وارد عالم برزخی شده. برزخ هم به معنای مانع، به معنای دیوار، به معنای چیزی که انسان مطلقاً از دنیای برزخ نمیتونه وارد دنیایی که ما الان هستیم بیان و مطلع بشن از چیزهایی که در دنیا میگذره.
خب طوری که شما جناب استاد اشاره کردین، کسانی که میرن به قبرستان، اونطور که شما شما سنگ سر قبر رو سنگ میزنن که شاید اون کسی که وفات کرد داخل قبر باشه و مطلع بشه. خب افرادی هستن که میرن سر قبر به قول خودشون یا حالا به هر تعبیر صحیح یا نادرست اولیا، شاید کسانی باشن که اصلا اولیا نباشن، شاید کسانی باشن که اولیا و ولی خدا بودن، وفات کردن از این دنیا رفتن، سر قبر اونها میرن و اونها رو بین خود و خداوند متعال واسطه قرار میدن. بله درسته. این چگونه میتونه باشه؟ حالا میگن که چون که ما گناهکاریم و اونها گناه ندارن، ما اونها رو واسطه میدیم تا به ما رو به خداوند معرفی کنن، یا اینکه به حساب از طرف خداوند برای ما آمرزش گناهانمون رو بخوان. بله. آیا این در شریعت از صحابه، از سلف صالح، از خیر القرون ثابت، از احادیث آیا ثابت یا نه؟ بله. ما مسلمانان مثل ادیان دیگر نیستیم، مثل دین مسیحی، دین یهودی و ادیان دیگر یا اینکه اتجاهات فکری دیگر نیستیم که هر سخنی را ما که شنیدیم به اون عمل بکنیم. ببینیم مثلا تعدادی از افراد این عمل رو انجام دادن، ما اون رو به عنوان شریعت انتخاب بکنیم و به اون عمل بکنیم. خیر، این صورت نیست. اهل سنت و ما مسلمانان همیشه اینطور هستیم که هر عملی رو که میخوایم انجام بدیم برمیگردیم به قرآن و سنت، ببینیم که آیا در قرآن آیتی هست دلالت بکنه بر این عمل، و یا اگر در قرآن وجود نداشت ببینیم آیا در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله همچنین عملی انجام شده یا اینکه قولی یا فعلی از پیامبر صلی الله علیه و آله دال بر این وجود داره که این عمل صحیح هست. اگر وجود داشت فبها و نعم الوکیل، اگر وجود نداشت به اون عمل نخواهد شد، چون الله سبحانه و تعالی در قرآن و سنت تمام اون چیزی که یک مسلمان در زندگی دنیایش به اون احتیاج داره در اون ذکر شده و هیچ گونه نقصی در اون وجود نداره و هیچ چیزی یعنی هر مسئله و هر موضوعی به این دین اسلام، به این قرآن و سنت اضافه بشه بدعت هست و درستی به اون عمل بشه و اون عمل انجام داده بشه. پس این عملی که بعضی افراد میرن سر قبر افرادی مثل اولیاء الله، یا اینکه به قول شما میفرمایید که بعضی شاید اصلا اولیاء الله نباشن یا بعضی ها شاید هستن، همچین عملی وجود نداره در شریعت اسلامی، چه در قرآن چه در سنت. به اون کوچکترین اشاره نشده که شخصی یعنی قرآن و سنت به کسی دستور داده باشه که سر قبر شخصی بره و از اون طلب دعا بخواد یا این شخص رو واسطه قرار بده برای اینکه به نفعی برسه یا اینکه ضرری رو از خودش دور بکنه، یا اینکه الله سبحانه و تعالی رو از این شخص بخواد که شفیع قرار داده بشه تا اینکه نزد الله سبحانه و تعالی برای این شخص شفاعت بکنه تا اینکه گناهانش مورد عفو و بخشش قرار داده بشه. پس ما مسلمانان در هر عملی اگر علم و آگاهی نداشتیم برمیگردیم به قرآن و سنت. اگر در قرآن و سنت دلیلی بر انجام دادن این فعل وجود داشته باشه انجام میدیم و اگر وجود نداشته باشه عمل انجام داده نمیشه و کنار گذاشته میشه و به اون عمل نمیشه و اگر به اون عمل بشه فرد دچار عملی شده که در شریعت اسلامی هیچ گونه جایگاهی نداره. بله. خب به نکته خیلی جالب و ظریف اشاره کردین که برای ما مسلمان ها، کسانی که ما خودمون رو به اسلام منتسب میکنیم و پیرو واقعی قرآن و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونیم، شما اشاره کردین که نص اگر وارد شده در اون مورد، هر امری باشه، هر فعلی، هر قولی باشه، نص وارد شده برای ما قابل قبوله. اگر نص وارد نشده قابل قبول نیست. در این رابطه یک حدیث و آیه به ذهنم رسید، مناسب میدونم که اینا رو بگم. خداوند متعال در سوره مائده میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم. بله درست. خداوند میفرماید که من دین شما را به اتمام رسوندم، کامل کردم، هیچ نقصی دیگه، هیچ کمی کاستی نداره. و همچنین در حدیثی که از سیدتنا عایشه رضی الله عنها به گمان علت راوی حدیث شاید سیدتنا عایشه باشه، شاید کسی دیگه باشه، حدیثی است که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. بله. شاید لفظ حدیث اینگونه نباشه، امیدوارم که اینگونه باشه. کسی که در امر دین از طرف خودش حالا هر فعل، قول، هر عملی رو ایجاد بکنه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین در قرآن نبوده، اون بدعت هست و اون کلا رد از دین ما نیست. چون خداوند در آیه سوره مائده گفته بود که الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شده و نیاز نیست که کسی دیگه از طرف تجربیات خودش، از طرف برداشتی که حالا از آیات احادیث کرده، حالا اون برداشت نادرست بیا بگه که این جزء دینه. و اونطور که شما اشاره کردین هر جا که نص وارد شده واقعا اونجا لازمه که ما به اون عمل کنیم و در جایی که نص وارد نشده طبق عقل خودمون به شریعت و دین اسلام چیزی رو کم و زیاد نکنیم.
خب بینندگان عزیز، خیلی ممنون، سپاس تا این وقت برنامه همراه ما بودین. با یک میان برنامه دوباره در خدمت شما و ادامه این بحث خواهیم بود با جناب آقای انصاریان عزیز. با هم یک میان برنامه میبینیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز. جناب استاد، اینجا سوالی مطرح میشه که اون عملی که اعرابی انجام داد و خودش روی قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم انداخت و با کلماتی که انی جئتک، من به اومدم با گناهان سنگین و زیاد و طلب شفاعت میکنم، یعنی تو رو واسطه قرار میدم بین خودم و خدایم. آیا برای این گونه عمل یا برای اینکه انسان از گناهانش پاک بشه، از اون آلودگی هایی که داره پاک بشه، نصی وارد شده، نصی حال صحیح، نص حدیث باشه یا قرآن باشه یا عمل صحابه باشه، آیا این گونه نصی وارد شده؟ یکی دیگر از مشکلاتی که در متن این حدیث وجود داره که این حدیث رو از درجه اعتبار ساقط میکنه و این حدیث به عنوان حدیث ضعیف یا موضوع به حساب برده میشه، این هستش که یعنی راه روش پاک کردن گناهان این نیست که انسان حتما بره مدینه منوره و بره نزدیک قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و درخواست عفو و بخشش از الله سبحانه و تعالی بخواد و از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست بکنه که وسیله قرار گرفته بشه، چون این باعث مشقت‌های بسیار زیاد میشه. یعنی این به این صورت مستلزم این خواهد شد که کسی که دچار گناهی شد و مرتکب گناهی شد احساس میکنه گناه توبهش پذیرفته نخواهد شد مادام اینکه به مدینه منوره بره و اونجا استغفار بکنه و از پیامبر صلی الله علیه و آله طلب شفاعت بکنه. این باعث این مشکلات خواهد شد و این یکی از مشکلاتی هست که داخل این متن حدیث وجود داره که این حدیث رو از درجه اعتبار ساقط میکنه، در صورتی که شریعت در جاهای بسیار زیادی اشاره به تیسیر کرده. یعنی کل شریعت اسلامی بر تیسیر و آسانگیری بنا نهاده شده. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی اشاره به این موضوع کرده که کسی که دچار گناه شد و مرتکب گناه شد شرط نکرده که حتما دستور نداده که برید مدینه منوره و از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست بکنید که برای شما استغفار بکنه و شفیع قرار داده بشه. در اینجا من اشاره به چند آیات میکنم که الله سبحانه و تعالی این شرط رو قرار نداده که حتما انسان وقتی که مدینه منوره رفت از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست شفاعت بکنه و استغفار بکنه. الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیه 53 اینچنین میفرماید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، درست، به راستی پروردگار تمام گناهان شما رو میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، به راستی الله سبحانه و تعالی بخشنده مهربان است. اشاره نکرد در این آیات که حتما از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست شفاعت بکنید یا اینکه استغفارتون نزد پیامبر صلی الله علیه و آله ببرید. و همچنین در سوره طه آیه 8 اینچنین میفرماید که و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، به حقیقت و به راستی من بخشنده، یعنی غفار صفت اسم چه هست؟ مبالغه هستش. بله، برای مبالغه به کار برده میشه که الله سبحانه و تعالی بسیار بسیار توبه پذیر هست، بخشنده هستن. لمن تاب، برای کسی که توبه کرده، برای کسی که توبه میکنه، و آمن و ایمان بیاره و عمل صالحا و کار صالح و عمل نیکو انجام بده. الله سبحانه و تعالی در آیاتی که میفرماید که والذین اذا فعلوا فاحشه، کسانی که دچار فاحشه میشن، دچار کار زشتی میشن، او ظلموا انفسهم، یعنی اینکه به نفسشان، به خودشان ظلم میکنن. کسی که گناه انجام بده به نفس خودش ظلم کرده، به خودش ظلم کرده. ذکر الله، خدا رو به یاد میآورن، الله سبحانه و تعالی به یادشون میاد. فاستغفروا لذنوبهم، خودشون در جا همونجا استغفار میکنن به خاطر گناهانی که انجام دادن. و من یغفر الذنوب الا الله، الله سبحانه و تعالی خودشون میپرسن پس چه کسی هست که گناهان اینها رو ببخشه غیر از الله سبحانه و تعالی؟ یعنی غیر از الله سبحانه و تعالی کسی نیست گناهان اینها رو ببخشه. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، در حالی که اینها میدانند که این عمل گناه است و بر این عمل گناه اصرار و پافشاری نمیکنند. و علما در هیچ جا ذکر نکردند که شرط توبه نصوح این هستش که حتما به مدینه منوره بری و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله توبه بکنی و استغفارتو نزدیک پیامبر صلی الله علیه و آله ببری و از ایشون درخواست شفاعت بکنی که نزد الله سبحانه و تعالی برای این شخص دعا بکنه. و وقتی که صحابه در مورد مسائل زیادی از پیامبر صلی الله علیه و آله سوال میپرسیدن، مثلا میپرسیدن در مورد کوه از پیامبر صلی الله علیه و آله سوال میپرسیدن، در مورد حیض
از پیامبر صلی الله علیه و سوال می‌پرسیدن، در مورد انفال سوال می‌پرسیدن، همیشه الله سبحانه و تعالی در جواب می‌فرماید قل، به قل جواب میدادن، یعنی یا ای محمد در جواب اینها اینطور بگو، الا در یک مکان، الا در یک جا. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که میگه و اذا سألك عبادی عنی، هر زمان یعنی الله سبحانه و تعالی نفرموده که ای محمد تو به مؤمنان بگو، نگفته قل. الله سبحانه و تعالی خودشون این صورت به این صورت آیات رو شروع کردن و اذا سألك عبادی عنی فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اگر بندگان من از من سوال پرسیدن، سوال کردن، بگو که من نزدیک هستم و دعای اونها رو میشنوم و درخواست اونها رو میشنوم و من جوابگو خواهم بود و جواب اینها رو میدم. این آیه در سوره بقره آیه 186 ذکر شده. در اینجا الله سبحانه و تعالی به این خاطر به قول جواب نداده، به این خاطر هستش که نمیخواسته کسی واسطه بین خودش و بندگانش قرار داده بشه. بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله صحابه مرتکب گناه میشدند. صحابه دچار گناه میشدند. یعنی ما معتقد هستیم که هیچ یک از افراد و هیچ یک از انسانهای روی زمین غیر از پیامبران معصوم نیستند. یعنی جز پیامبران کسی معصوم نیست. یعنی همه دچار و مرتکب گناه میشن و عمل گناه کبیر انجام میدن، گناه صغیر انجام میدن، دچار اشتباه میشن، خطا میکنن و هیچ یک از اصحاب بعد از اینکه دچار گناه شدن نرفتن نزدیک قبر پیامبر صلی الله علیه و و همین فعل اعرابی رو انجام بدن و یا اینکه فعل اعرابی رو مورد اسناد قرار بدن، بگن که چون اعرابی این عمل رو انجام داده مشروع هست و درست هست و ما هم انجام میدیم. یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و به اینها دستور نداده که زمانی که من وفات کردم وقتی که گناهی انجام دادید سر قبر پیامبر من بیایید و از من درخواست شفاعت بکنید و استغفار خودتون رو نزد من بیارید و توبه خودتون رو نزد من بیارید. پس این استغفار یعنی و توبه در مقابل گناهان وقتی صحابه مرتکبش میشدن بینه و بین الله، بین خودشون و بین الله سبحانه و تعالی بود، استغفار میکردن، توبه میکردن و دوباره این عمل رو انجام نمیدادن. و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که وفات نمودن، قبل از اینکه وفات کنن به عمر رضی الله تعالی عنه فرمودن، گفتن وقتی که اویس رو دیدی از اویس درخواست بکن که برای شما استغفار بکنه. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این چنین هست، میفرماید که این خیر التابعین رجل یقال له، بهترین تابعین کسی هست که اسمش اویس هست، وله والده، یک مادر داره، و کان به بیاض، یک تکه سفیدی بر روی صورتش وجود داره و این نشانه است که پیامبر صلی الله علیه و آله این نشانه های این شخص هست، بله، که بشناسنش که با فرد دیگری قاطی نشه. درسته. میگه یک مادر داره، مادرش زنده هست و یک تکه سفیدی در صورتش وجود داره که به خاطر بررسی بوده، به خاطر مریضی بوده، در دچارش بوده که الله سبحانه و تعالی اون رو شفا داده، الا این قسمت که مونده که هنوز سفید رنگ هست. فمره، به اون امر بکنید، به این دستور رو، به این فرموده رو به عمر رضی الله تعالی عنه میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم، فلیستغفر لكم، تا اینکه برای شما استغفار بکنه. و اهل یمن بوده اویس که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و وفات نمودن و امام عمر رضی الله عنه رفتن یمن و ایشون رو پیدا کردن و ایشون رو دیدن و به ایشون گفتن که پیامبر صلی الله علیه و آله این چنین فرموده برای ما استغفار بکن و در اونجا بود که اویس برای ایشون درخواست استغفار میکنه و برایشون دعا میکنه. پس از هیچ یک از اصحاب ثابت نیست که مرتکب همچین عملی شده باشن وقتی که گناهی کرده باشن، نزد قبر پیامبر رفته باشن و از پیامبر صلی الله علیه و درخواست شفاعت کرده باشن. در خدمتتون هستم جناب استاد، خیلی ممنون، سپاس از این که وقتتون رو در اختیار ما بینندگان عزیز قرار دادین و واقعا از صحبتاتون کمال استفاده رو بردیم. لازم میدونم که در تکمیل صحبتاتون چند تا حدیث و آیه فکر کنم بود که یادداشت کردم اینجا که شما گفتین نستی برای این که گناهان شخص آمرزیده بشه وجود نداره که سر قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاد، نه نست قرآن که قرآن قبل از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزولش قطع شد و همچنین حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بفرمایند که بعضی این که من وفات کردم برای بخشش و آمرزیدن گناهاتون بیاین سر قبر من بازم وجود نداره. و همچنین عمل صحابه بزرگواری مثل سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی و بقیه صحابه عشره مبشره وجود نداره، نه دلیلی، نه عملی، نه قولی که این کار رو انجام داده باشن.
ممنون و سپاس از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. اگر با صحبت پایانی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید و دقایق پایانی برنامه است و باید برنامه را به اتمام برسونیم. بفرمایید. تشکر میکنم از تمام بینندگان عزیز و ارجمند که تا این وقت با ما همراه بودند. ان شاء الله تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون و سپاس از همه بینندگان عزیز که ما رو مهمان کانون گرم خانواده هاشون کردن و صحبت های جناب استاد رو شنیدن. امیدوارم که عقیده و نظریه‌مون طبق عقیده و نظریه سلف صالح بر طبق فهم اونها باشه، بر قرآن و حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم. در جناب استاد دیگه آیه رو ذکر کردن که هر جا خداوند هر جا مؤمنین مسلمانان صحابه از پیامبر صلی الله علیه و سلم مورد یا مسئله رو میپرسیدن، خداوند پیامبر میگه که تو بگو. ماده قول رو در اینجا قاله رو یا قول رو اینجا استفاده کرده، در مورد مسائل بانوان بوده، در مورد ماها بوده که یسالونک عن الشهر بوده، در مورد مسائل دیگه بوده، انفال بوده، انفاق بوده، صدقه بوده. در تمام این موارد خداوند متعال لفظ قاله یا قول رو آورده، از ماده قول استفاده کرده که ای پیامبر تو بگو. اما در بحث امور دعا که میشه گفت یک شاخه از عبادت، یا در آیه‌ای که من براتون تلاوت کردم عبادت، خداوند متعال دعا رو عبادت خوانده، در اینجا لفظ قول یا قول ماده قول رو نیاورده، بلکه بلا استثناء خود خداوند متعال گفته این قریب، یا در جای دیگه گفت نحن اقرب الیه من حبل الورید. امیدوارم که بینندگان عزیز از این برنامه کامل استفاده رو برده باشن. با بحث توسل که مشکلاتی در متن حدیث اعرابی بود، حدیث عتبی بود، هفته دیگه اینها رو انشالله پی خواهیم گرفت و همچنین برنامه بازسازی اندیشه رو با ایده و عقیده صحیح خواهیم داشت. تمامی بینندگان عزیز را به الله متعال می سپارم تا برنامه بعد. السلام علیکم و رحمت